انسانی که صدقه جاریه میکند غضب خدا از بالای سر او دور می شود، بلا از خانواده او دور می شود. پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم چون سخن زیبایی گفتند که انسانی که صدقه میکند البته بلا را دفع میکند، دور میکند. حالا همین اصطلاح هم در گوش همه ما و شما میزند، میگوید که صدقه را دی بلا. این گفته پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم هست که صدقه بلا رو دور میکند، غضب پروردگار رو دور میکند. هر یکی ما و شما ای بندگان خدا، ای برادران اهل اسلام، هر یکی ما و شما یک تایی صدقه جاریه کنیم، چقدر دین ما آباد میکنیم و دولت ما و خانه ما و همگی را آباد میسازیم. عمل نیک این خوشنودی پروردگار هست. دوستان عزیز، امروز این سخنها از سوزش دل، از عمق دل به شما گفته می شود و ساده کرده می فهمانیم که اسلام عزیز ما و شما را دستور می دهد که وقتی که انسان دارا هست، ثروتمند هست، باید به نیکی کردن، با صدقه جاریه، یعنی شب و روز انجام دادن اون را برای ما و شما تأکید میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما نقصت صدقه من مال، هیچ صدقه از مال کم نمی شود. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، و هر کسی که در برابر صدقه میکند و خاکسار هست، خداوند تکبری را از دل او دور میکند و خاکسار هست، خداوند گناهان او را می آمرزد. به طریق چی؟ به طریق صدقه جاریه. خب و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، هر کسی که بخشش دارد، گناه یکدیگر را می بخشد و از کمبودی یکدیگر گذشت میکند، خداوند عزت میدهد، آبرو میدهد. در جامعه هم در نزد پروردگار هم آبرو هست. و ما تواضع احد لله الا رفعه، و هر کسی که خاکساری را برای خود پیشه میکند، خداوند درجه او، مرتبه او را در نزد خودش بلند میسازد. هر کسی که عملی نیک میکند، عمل خوبی را انجام میدهد، دنیا و آخرتش را آباد کرده است. و امروز هم آیت های قرآن و سوره های قرآن دلالت به نیکی میکند. چگونه ای که اشاره های است که خداوند عزوجل میگوید که ای بندگان من، میان یکدیگر صلح بیورزید، الصلح خیر.